ویدیو هر چقدر به کاراکتر من آسیب بزنی جایزه میگیری. مگه کاراکترم داری؟ آره اینوها. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ اسم من نیماست. منم زهراست. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی کاپلی دیگه که البته این سری خیلی متفاوته. خیلی. اگر این چند وقت من تو اینستاگرام دنبال کرده باشید دیدید که کاراکتر من رو توی بازی ورسس ساختن. خودشو کم داشتیم، کاراکترش هم ساختن واسم. خوبم ساختن. خداییش خوبم ساختن. خود بازی بالی زهرام نشسته بازی کرده. منم یک از فنای بازی شدم. اگر شما هم دوست داشتید لینک دانلود بازی رو واسهتون توی دیسکریپشن گذاشتم، میتونید برید دانلود کنید. توی کامنت اولم پینش میکنم، با همین لینک برید، لینک اختصاصی منه، بتره کنیدش حسابی. و یه سورپرایز هم داریم که وسط ویدیو به بچه‌ها میگیم. قراره 3 دست با هم بازی کنیم. به ازای هر 100 تا دونه‌ای که از خون کاراکتر من کم بکنم، من با 3 بازیم. باشه بابا، منو نساختن. نه کی تو رو راه میده؟ اینجوریت کنم. سالها زحمت کشیدم منو توی بازی راه بدن. برو بابا. ولی کلا اگر 100 تا از جون کاراکتر من رو کم بکنی 100,000 تومان توی خوردن این کارو میکنم 100,000 تومان تو دنیای واقعی جایزه میگیری. انقدر ولخرجی نکن. برو حال کن. اول از هر چیزی باید بریم جوخمون رو انتخاب کنیم. چه جوخه‌ای میخوام انتخاب کنم؟ چه جوخه‌ای؟ در حدم نیست. لیدیز فرست. تو میخوای چی برداری؟ میشه به من چی کار داری؟ تو به من چی کار داری؟ که برمیداری بده منم بردارم. به من اصلا ربطی نداره. نه تو ببین یکسان نمیتونیم برداریم و 2 تا دک کاملا متفاوته. من سبز بیریخته رو اول برداشتم. تو اشتباه کردی، اونو برداشتی، اون مال منه. من برش داشتم. نه تو یکی دیگه رو. تو دیگه نمیتونی اینو برداری، بردار. من دراکوتا برداشتم. دراکوتا من ندارم. چرا؟ بهتر. من آقا سیبولوه رو برداشتم. من شعبده باز اعظم رو برمیدارم. نه دیگه برداشت. تموم شد. دیگه تموم شد. منم ورش دیگه تموم. نه یه دونه. یه هر کسی یه دونه. برو تازه ببین پول دادم همه کاراکترهای لژندری واسه آزاده. برو حال کن. تو چرا من ندارم اونو؟ نه بهتر که ندارم. پادشاه وزقی داشت اون وزق. آها اینهاش. اینو میخوام. نیما خیلی بدجنسی تو میدونی. حل زیباست دکم. من این پرنسس رو میخوام. اصلا هیچیو نگاه نمی‌کنی، همینجوری رو قیافه برو جلو. من زری پاتر رو برمی‌دارم. این ورژن پاتر توه. نه زری پاتر. زری پاتر من وزق شاهو برمی‌دارم. نه نمیتونی بابا، تکراری نمیشه برداری. خب من 1000 پاتیشو برمی‌دارم. من چیز برمی‌دارم. چی؟ شاه سمندون. من پرنسس میکاسارم برمی‌دارم. بذار این چیزا رو بردارم. من اجرای جهنمی برمی‌دارم. دیگه سر کو. خب بذار ببینم این چیه؟ این بانو گلادریل بانو گلادریل رو برداشتم. چی میگی زبون بسته؟ این چیزو برمی‌دارم. مارانا اولترا خروکودیل رو برمی‌دارم. من تموم شد انتخابم. بهتر. من این چیزا رو برمی‌دارم. دیفنسیو رو برمی‌دارم. آماده ای واسه یک نبرد هیجان انگیز؟ میکشمت. باش. دعوتت کردم به مبارزه. من ردت کنم حالت گرفته شه؟ آره. خب ویدیو تموم میشه که. خب قبوله. آماده باش. نیما آماده باش. گرالت برداشتی با؟ تو خجالت نمیکشی؟ مگه قرار نبود گرالت نداری؟ نوبت منه. ما صحبت کردیم بابا، یه ویدیو مگه تو انتخاب نکردی واسه کاراکترهای مرد جذاب؟ قرار نیست اونا رو انتخاب بکنی. برو بابا. نیما ماشاءالله. بذار همینجوری اینو بذار. آها. ای بابا. نیما تو چرا جونت از من خیلی بیشتره عزیزم؟ بدم اومد زهرا، از کاری که کردی بدم اومد. بذار میذارم اینو اینجا. از دور مورد این. کی گفت پودکر رو برداری؟ آی کی گفت پودکر رو برداری؟ آی نزن بابا. داره چرا اینقدر دمیج خوردم من؟ وایسا بذار بیام همه رو الهی. این مارسیا خب تو خیلی با من فرقته. الان این 100 تومنش شد. من کلی از جون تو بردم. من 1000 تا از جونت بودم شد 1,000,000. من میخوام با ناصر سگ سیبیل بازی. با هر کی میخوای، با هر سگ سیبیل پدسگی که میخوای بازی کن. مسخره‌گری. HP من 815 است. اون موقع 300 تا الان 300 تومن بردی. 815 من 750. خب تا الان نیما تو باید بذاری. به من اصلا هیچ ارتباطی نداره. باید بذاری تو اندازه به من هیچ ارتباطی نداره. به من هیچ ارتباطی خیلی داری هرس نداره. نزنمت اینجوری. یوغونت با زری پاتر زدمت. بذار الان یکم اینو بذارم اینجا. آی
آی آی آی وایسا نگاه کن. الان هر بار که چیز بکنی کلی اچ پیت میره. نیما منم میاد ازت. همین هیچ چیز ضرور نداره. کی بهت گفت این فرانکنشتاین رو بذاری؟ آخه جونم حال اومدم گوشتمت. بچه داره این بچه میزاه. آره اینجوری نزنم. خدا لعنتت کنه. اینجوری نزنم پک و پارت کنم. هیچی نیستی زن. داغونت کردم. هیچی نیستی. آمان اوش چقدر پول بخور. پولم رد کنم بیاد بازی کن. الان چقدر بودم 800 خورده ای؟ آره 400 تومن که من توی همین حرکت پیاده شدم که. بذار هیچی نیستی زهرا. نه از اونجا نذار دیگه. خب ببین این حساب ای بابا. داغون خیلی هم بد. ببرمت بخندم بذار اینجا بهت. آتیشت بزنم. همه رو آتیش میزنم. همه رو آتیش میزنم. سگ نشو عشق. زنده نمیذارم. خیلی داری بیادبی میکنی. آروم نزن. وای چقدر خوب زدمت. وای من باید اینجا باید تموم کنم. الان بذار کارتو تموم. درجا کارتو تموم. عمرن نگاه کن. عمرن یه دونه میزنم کارت تموم میشه. بندم بستم اونجا رو. آره الان 800 تومن پیاده. 800 تومن. 700 تومن. دست اولم بود. دست اولم تو 300 تومن باختیم. یاشم 300 تومن. یه تومن تا الان پیاده شدم من. ولی یه دیلی باد میکنم. چی دیلی من یه دیلی باد میکنم. گوش بده. بگو. دیل خوبی. اگر این دست خب من رو بردی خب هر چی که ببری یعنی با احتساب دست آخر هر چی ببری 2 برابرش. اگه نبردم هیچی ببر. چرا انقدر کلاه برداری؟ میتونی ببری تلاش کنی ببر. من چرا باید این دیگه رو قبول کنم؟ من الان لب من همین الان 1 میلیون از تو میخوام. چرا خب ببین مثلا اینجوری میشه 1 میلیون جهنم و ضرر 1,800,000 یه میشه 3,600. اصلا به اونش فکر نمی کنم میبرمه چون رو تو کم 3,600 قبول؟ آره قبول. بریم حاضری؟ بریم دست یک راهنمایی بهت میکنم. برو توی فرمانده ها مادر اژدها رو انتخاب. خب عشقم این که جونش 500 مادر اژدها رو انتخاب کن. من جان اسنو پرنده باشی و میتونی بری کاراکتر من رو هم انتخاب بکنی. اصلا نمیخوام. قویشی. من کاراکتر خودم رو میخوام. یه خبر خوش بهتون گفتم که وجود داره و اونو الان میخوام بهتون بدم. اگر الان با همین لینکی که توی دیسکریپشن و کامنت اول پین شده برید توی بازی ثبت نام بکنید و در کنارش این صفحه اینستاگرام بازی ورسز رو که الان این پایین واسهتون زیرنویس کردیم و فالو کنین چی میشه؟ جایزه میبرید. اونم چه جایزه‌ای؟ دقیقاً قرعه کشیش خیلی نزدیکه و میتونید بیاید اونجا کلی جایزه توی اینستاگرامشون هست. نه تنها اونا رو برنده بشید میتونید در کنارش چیکار کنید؟ PS5 ببرید. خلاصی که خیلی حتما این کارو بکنید ان شاءالله که PS5 برسه به شما. آره اگر رسید بیاید تو همین کامنت ها واسه آره بنویسید از سمت شما رفتیم. بچه‌ها میخوام برید قدرت کامیونیتیمون رو بهشون ثابت کنید بهشون نشون بدید ما چقدر خفنیم. خیلی. یا این چیه؟ تو چرا این شکلی؟ من مادر اجرا شدم دیگه. من واسه یه دونه چیز میندازم. مرد یخی به چه کارم میاد؟ که بیاد پک و پارت کنه. و اینم میذارم اینجا. نگاه کن اینجوری نزنم نیام توی سر و صورتت باهات گلو. ببین یه ذره نگاه. کی بهت گفت اینو بندازی؟ از این وضعیت خوشم نمیاد. این وضعیت زشته. این وضعیت مستهجنه. این شکلی نزنم آخه لتو پارت کنم. حالا ببین جوجه است. آروم بگیر بابا همینجوری ما رو میزنی. آها اول 200 تومن بمیر ببرمت. فقط من این دست ببرم. اینجا نگاه فقط اچ پی اینجوری میپره. خیلی نامردی. اچ پی فقط اینجوری میپره. این کارات خدایی نامردی. هی آروم بذار از اچ پیت کم شه. با این دراکولای زدمه میخوام با زری پاتر کارو تموم کنم. با زری پاتر میخوام کارو تموم کنم. دیوونت میکنم. چرا اینجوری؟ آخه این چی بود زدی به ما؟ دیدی حال کردی؟ بذار میخوام با زری پاتر کارت. وایسا اول بذار یه حرکت بزنم. چرا؟ زری جون بزن لهش کن زری جون. قهرم باهات. به خدا من قهرم باهات. خیلی نامردی.
هیچی نباختم. قرار نبود نیما، قرار نبود از قدرتیات استفاده خدایا کنی. شکرت. باختی اومدی 3600 ببریم. باختی دلم برات سوخت. کوچولو باختی. کوچولو. بخوای یه آفر دیگه هم داری. آره ولی نباید از قدرتی استفاده کنی. من نمیدونستم مثلا باشه. قدرتی نامردی. باشه. آره. اگر این دست اگر به بازی 1 تومن ازت میگیرم. برو بابا، اصلا نمیخوام. من بذار برم. نخواستیم یه دور ولی میبخشم. پول نمیدم من ببرم بردم بعد دم 1 تومن. یه شام به فیلمش هم میگیریم میذاریم ته ویدیو. اگه باختم باشه. اگرم تو بردی یه برگرلندت میدم دیگه. همینم زیادی. نه من بردم 3 دست. شاندیز یا پیشلیک نکنی. آره دقیقاً. فعلا یه لیکشو بگی. اوکی. این از یه لیکش. یه لیکی نشونت بدم عزیزم. بیا فعلا یه لیکشو بگی. خوشگل من. آره بابا. قچنده من. کی بهت گفت اینو بندازی؟ 100 بار بهت نگفتم من از این پدستک خوشم نمیاد. من خوشم. فلزا اینو میندازم. اینجوری بزنم. اینجوری بزنم. هیچی نیستی زهرا. مرسی که منو با این لفظای زیبا خطاب می‌کنی. ولی دلیل نمیشه من بهت رحم. داغونت میکنم نیما جان. باشه بیا الان نگاه داغون شدن. تو دیگر ما دیگر داغون شدن ببین. به این میگن داغون شدن. به این میگن داغون شدن. اوکی. خوشم میاد که بلدم نیست از قدرتیاش استفاده کنم. من چرا بذار من یه دونه از این نیما نکن. نیما نکن. هیچ غلطی نتوانی. خیلی تو مگه قرار نبود از قدرتی ها استفاده کنی؟ قدرتی نبودی. یه کاری کردی. کاراکترم حوث چیز کردم. آیولی برگر. مرسی بچه‌ها که با دیدن این ویدیو یک آیولی برگر من رو مهمون کردید. عمرن من تو اون آیولی برگر شده سم ولی من این آیولی برگر رو میخوام تقدیم بکنم به شما. خب از بین کامنت هاتون رندوم یکی رو انتخاب میکنیم و اون آیولی برگر رو میدیم به شما. جدی؟ آره خیلی باحال شد. آره اگرم شد که اصلا با بچه‌ها قرار میذاریم اونی که آیولی برگر رو برده خودمون میبریمش اصلا بهش رستوران میدیم. ها پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید. نره. بله. لینک بازی رو هم نصبشو میذاریم، حتما برید، واقعا بازی باحالیه. خلاصه که دمتون گرمه. یک دنیا ممنونیم که تا اینجا همراه ما بودید. دوستتون داریم فعلا. خیلی زیاد. خداحافظ.